درود و عرض ارادت خدمت تک تک شما عزیزان. بسیار بسیار خوش آمدید. اولین نیست دومین کلاس من هستش. قبلی در اروپا اجرا شد، در کشور سوئد، و این دومیش از البته اون خیلی سطحی بود، به خاطر اینکه دوستان دعوت کردن، خواستن که تا اون زمانی که من اونجا هستم این کار براشون انجام بدم، ولی این به صورت رسمی اولین باره. بسیار خوش آمدید. هدف ما از این کلاس ها این هستش که بتونیم هم اون اطلاعاتی را که میشه به شما برسونیم، یک آشنایی داشته باشید با سلاح و نحوه استفادهش. دومی که برای کسانی که در ایران چشم به انتظار ما هستن که ما هم یه حرکت عملی کرده باشیم، تصمیم گرفتم که از شهر شما تورنتو شروع کنم تا ببینیم که به کجا میرسه. در اروپا هم کلاس هایی خواهیم داشت که خیلی متفاوته. اونجا ما یه جایی رو داریم مخصوص عملیات های رزمی، در واقع کاملا متفاوت، مثلا یک کمپ نظامیه. ولی خب چون ما اینجا دسترسی نداریم در حال حاضر فعلا، به همین بسنده میکنیم که اگه یک جایی حرکت رو شروع بکنیم شاید بتونیم به جاهای دیگه هم برسیم. سپاسگزارم از تمام شما عزیزانی که توی این کلاس تشریف آوردید، ما رو همراهی کردید، بنده خودتون و بچهای ایران رو سپاسگزارم ازتون. بخش اول کار ما این هستش که با تئوری شروع. اینجا کلا اینجا ورکشاپ هستش، تئوری هستش، یه سری چیزاش هم عملی خواهد بود و بعد میریم به میدان تیراندازی بعد از ظهر. اونجا هم من در خدمتتون خواهم بود. آشنایی با سلاح انفرادی و کمری از شناخت تا کاربرد. انفرادی یعنی چیزی که مخصوص شماست. ما سلاح‌های جمعی هم داریم، ولی این برای هر شخصی. معمولا ما یک سلاح تهاجمی داریم، یه سلاح کمری هم داریم که حالا چرا و به چه دلیلش هم به اونجاش هم میرسیم. تپانچه نیمه اتوماتیک. چرا بهش میگیم نیمه اتوماتیک؟ چرا نمیگیم اتوماتیک؟ اصلا فرق اتوماتیک با نیمه اتوماتیک چیه؟ سلاحی که اتوماتیکه شما یه لازم نیست هر دفعه گلنگدن رو بکشید یه گلوله بره توی از خشاب بره داخل خان لوله آماده شلیک بشه. خودش مرتباً با فشار برگشتی گازی که از گلوله خارج میشه، از در واقع پوکه خارج میشه، یه مقدارش خارج میشه از اصله، یه مقدارش خارج این میشه که در واقع مجددا سلاح رو مسلح کنه و این ضربه‌ای که به شما میزنه از اونجا میاد. سلاح نیمه اتوماتیک شما وقتی هر دفعه شلیک، امروز توی سالن هم سلاحاتون نیمه اتوماتیک خواهد بود، چون تو کشور شما اتوماتیک اصلا اجازه نمیدن، ولی تهاجمیه، ولی نیمه اتوماتیک. سلاح نیمه اتوماتیک شما هر دفعه باید مسلحش بکنید. تهاجمیایی که می‌بینید. سلاح کمری باز متفاوته. شما میچکونین هر دفعه ماشه گوله رو دوباره میاره بالا، میذاره توی در واقع لوله. دو مرتبه آماده است، ولی پشت سر هم شلیک نمیکنه. باید هر دفعه شما ماشه رو بچکونید که بتونید. ولی سلاح‌های تهاجمی شما وقتی شلیک میکنید باید مسلحش بکنید. فرق این دوتا تو اینه. سلاح کلاشینکوف رو داریم، همون AK-47 یا AK-47. البته من اینجا نمونه 74 رو دارم، نشد که 47 رو پیدا کنم متاسفانه. و سلاح ژ3 یکی از سلاح‌های بسیار قدیمی دهه 60 هستش که در هکلرنکوخ آلمان ساخته شد. هنوزم تولید میشه ولی نه به اون شکل افتضاحی که وجود داره. سلاح سنگین خب در اون زمان یه سلاح خیلی کاربردی بوده. الان دیگه نمیتونه، اون حرفی برای گفتن نداره. در واقع بسیار سنگینه، دست تاشو هم داره ولی کالیبرش 7.62 و بسیار هم پرقدرته، ولی بعد از حالا ماکس 10 تا گلوله که شلیک میکنه گیر میکنه. یه قطعه‌ای درش وجود داره که شما وقتی ما اسلحه رو باز میکنین اون باید قشنگ 90 درجه بچرخه بذاریش سر جاش. یعنی تمام وقتتو میگیره که این سلاح رو تمیز کنی بذاریش سر جاش. در حالی که الان اینجوری نیست. این سلاح با متاسفانه همچنان در کشور ما وجود داره، در کشور پاکستان هم هست، بعضی کشورهای دیگه هم بعضی وقتا میتونه ازش، ولی نمونه‌های جدیدش خیلی متفاوته، اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. اون گیر رو نداره، اون سیستم مکانیزمش اصلا متفاوته، ولی همون MG3 شناخته شده هستش. همون سلاحی که قبل از اینکه کلاس شروع شه راجعش داشتیم صحبت میکردیم، همون که داشتیم میگفتیم که چرا بهش میگیم کلت.
چون این سلاح ساخت کارخانه کلته و در ایران اومد و خیلی معروف شد. این بالا هم قشنگ توضیح داده، کالیبرش 45، تخریبش بسیار بالاست. اینو بهش میگن خشاب. همه سلاح‌ها یه چیزی کمری، یه چیزی دارن به نام خشابه. همه سلاح‌های اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، کمری، تهاجمی همه خشاب داره. همشون. اینو بهش میگن خشاب. اینم که بهش میگیم فشنگ یا گلوله. حالا هر کدوم که استفاده بکن. این قسمت که نوشته چکش همه سلاح‌های کمری ندارن. این برتا داره. یه سری دیگه هم دارن. گلاگ نداره. هیچ مشکلی هم نیست. ولی این فرقش اینه که شما وقتی سلاح مسلحش میکنی، اگه میخوای غلافش بکنی، چکشو برمیگردونی آروم سر جاش، بعد سلاحو میذاری روی زامن و میذاری توی غلافش. فرقش این که شما میتونید این کار رو انجام بدید. یه فرق دیگه هم که داره، وقتی مسلحش کردی حساسیت ماشه خیلی بالاست. یه تکونش بدی این چکش شلیک میکنه. سلاح‌های دیگه یه ذره باید بهش فشار بیاری. این بخشو بهش میگن گلنگدن یا آلت متحرکه. از زمان رضاخان بهش گفتن گلنگدن، چون ایشون آذری صحبت میکرد. برای تدریس اومد این اسمو انتخاب کردن براش، چون میاد و میره دیگه، نمیشه به فارسی بگی میاد میره. آلت متحرکه هم که عربی بعدن اومد. پس گلنگدن یک لغت کاملا آذری هستش و همون رفت و آمد رو به شما میگه. اینم پوشش لوله است. حالا این سلاح یه چیز خیلی جالب داره، شاید براتون جالب باشه بدونید. زمانی که امریکایی‌ها اینو درست کردن، اومدن یه چیزی رو توش تعبیه کردن که هر کسی نمیدونست. اینو زمانی که با ژاپنیا می‌جنگیدن درستش کردن. چون کالیبرش اون موقع 38، سلاح کمری 38 بود و ژاپنیا برداشتن با نی یک چیزی رو درست کردن، یک حفاظی رو درست کردن که زیر لباساشون میپوشیدن و میتونست که تا حدودی جلوی عبور گلوله 38 رو بگیره. برای همین اینو درستش کردنش 45 که اون رو بتونه ازش عبور کنه. این سلاح اینجا زیر اینجا دقیقاً یه چیزی داره شبیه اثر انگشته، درست زیر لوله است اینجا. چرا اینو درست کردن؟ زمانی که، چون کسی که ندونه، زمانی که سلاحو میگیره طرفت، با اینجای دست که بزنی تو سر لوله، اتوماتیک سیستم ضامن اسلحه فعال میشه. دیگه نمیتونه شلیک کنه بهت. باید ماشه رو بکشه عقب تا سیستم خودش رو ول کنه، تا 2 مرتبه برگرده به حالت استفاده. اینو گذاشته بودن توش برای خودشون که اگر سلاح دست اونا افتاد، شما برای اینکه بتونید در واقع اینا رو خل سلاح بکنید، فقط کافی مثلا میگرفت اینجای صورت یه اینجوری میزد توی سر اسلحه، هم شلیک میگیره طرف. هم عادته کسانی که مثلا سلاح دستشونه یهو نمیزنه، اولین کاری که میکنن نگاهش میکنن، انگار مثلا شما ماشین کار نکنه دنده رو نگاه میکنی. این کارو میکنه اولین کار. همین کافیه که طرفو بتونی خل سلاح کنی. هنوز هم روش هست، مدل جدیدش هم داره. اینم که در واقع بسته های فشنگه که معمولا 50 تایی، 20 تایی داریم، 50 تایی داریم، ولی ما نظامی‌ها 50 تایی. مشخصاتش، البته من اینه که ما اینجا نوشتیم فقط بحث این سلاح نیست، خیلی از سلاح‌های دیگه همین‌ها رو داره، ولی اینو ما همینجوری گذاشتیم چون خیلی معروفه بین ایرانی‌ها. گفتیم که هم یه اطلاعاتی بهشون داده باشیم، همین که خیلی از سلاح‌هایی که الان هست همین مکانیزم داره، به غیر از گلاگ تو ایران نیست، اگر هم باشه کپیه. اکثرا همین سیستم زیگزاگرای P22 هست، P23 هست، اینا همش همین سیستم رو داره، شکل شبیه همین برتاه. قدیمیاش 7 تا بیشتر گوله نمیخورد، الان 15 تا میخوره. سیستم شلیکش هم که همون سینگل اکشنه یا همون سمی اتوماتیک. عملکرد عملیاتیش هم، برد موثرش کلا اکثر، دلیلش هم الان خدمتتون میگم،
50 متر، دارای بدنه فلزی بسیار محکم، دوام بالا و ماشه‌ای بسیار نرم و حساس داره. سلاح‌ها الان اکثرا پلاستیک شده به غیر از برتا و یه سری دیگه زیگزاور پی و اینا. حتی الان امروز هم میریم اونجا، باز من خودم تو لیست نگاه میکنم، یه سری سلاحایی بهتون میدم که براتون جالب باشه. تفریح هم داریم میکنیم دیگه. پی 25 دارن، من با شلیک کردم. پی 26 دارن. اینا سلاح‌های زیگزاورای هستش که مدل جدیده. بقیه همه پلاستیک شده به غیر از گلنگدن، لوله و فنر ارتجاعی و اون پوکه پرون. بقیه‌اش همش پلاستیکه. بخاطر خیلی ارزونه. یه گلاگ 17 رو شما بخواید بخرید $450 تا $480 آمریکاییه. خاطر که ساختش خیلی راحت. پرینتر بقیه بدنه رو میزنه، شما یه دونه فقط بدنه آهنی رو میذاری بالا و یه لوله میذاری و عرض کردم فنر ارتجاعی و بقیه قطعاتش سوار میکنی، اصله تموم شد. چیزم که نداره، چکش هم که نداره، ساده، راحت، ارزون. هم دارن میخرن ازش. تمام کشورها استاندارد ایشوشون شده گلاگ، چون هم ارزونه ولی هدفگیریش خیلی برای من دستام عرض کردم بزرگه، برای من خیلی اذیت آوره. من باید سلاح یه ذره سنگین باشه، نمیتونم باش درست شلیک کنم. برد مؤثر 50 متر، بعد از 50 متر نمیفته پایین، یه ذره ممکنه بیشتر هم بره. ولی یه چیزی که هست، گلوله 9 میلیمتری در اثر حرکت بعد از 25-30 متر بستگی داره. گلوله دو نمونه داریم، یکی مسی داریم که ارتشی ها استفاده میکنن، یه نمونه سوربی داریم که پلیس و نیروهای معمولی شخصی استفاده میکنن. فرقش چیه؟ مسی پرچ نمیشه، مسی به هر چی بزنی رد میکنه. مقدار باروتی که توی در واقع پوکه سلاح هست به خاطر مرمیش، یا به این میگن مرمی، نوک سلاح، نوک در واقع اون گلوله رو بهش میگن مرمی فارسی. اینم که پوکه است. مقدار باروتی که تو پوکه هست، پوکه نظامی هست و با سر سوربی متفاوته با بقیه. استاندارد دنیاست. حالا ایران از تو نقشه کلا باید بذاریم کنار بعضی وقتا واقعا، چون استانداردها با هم نمیخونه. دلیل اینه که اون استفاده میکنن چیه؟ دلیل اینه که پلیس اگر تیراندازی بکنه و زاویه تیراندازی شما به شخص اگر جوری باشه که گوله بخوره به زمین بخواد کمونه بکنه، مسی احتمال اینکه کمونه بکنه خیلی بیشتره، سوربی پرچ میشه. حالا فرق این دوتا چیه؟ فرق این سوربی بعد از 25 متر حالتش عوض میشه، بسیار خطرناکتره. از این حالت شیپی که داره خارج میشه یه گول، میشه یه تیکه آهن پاره‌ای که داره با سرعت میاد. در اثر فشار هوا و چرخشی که داره میره جلو. حالا به اونجا میرسیم که این چرخش اصلا چیه. به خاطر اون چرخشی که داره و فشار هوا و اون در واقع نوکش که مسی نیست، حالتش عوض میشه و میشه یه تیکه آهن پاره میاد طرفه، به هر جا بگیره میکنه، سوراخ نمیکنه، میکنه، چون دیگه اون حالت رو نداره. ولی مسی باز همون حالت رو ادامه میده تا اینکه دیگه از چیز بیفته، فشار بیفته و بیفته پایین. ولی به هر جا بخوره مسی از این سلاح بسیار قدرتمنده. کسانی که میرن شکار گراز معمولا یه سلاح در واقع نیم اتوماتیک کالیبر بالا دارن، یه دونه از اینا هم دارن، به کمرشون شلوارهای کولار میپوشن. کولار یک وسیله‌ای که شما توی جلیقه ضد گلوله ازش استفاده میکنید، چون اگه برسه نزدیکه دیگه تمومی. برای همین اینو ازش استفاده میکنن، چون یه گوله تو سرش بزنه خوابیده. کسانی که شکار میرن، من اهل شکار نیستم، میدونم که ازش استفاده میکنن چون خیلی قدرت داره. و اینکه این سلاح، این قابش هم که عرض کردم چرمیه، اونجور زمانها بوده. قبضه به جایی میگن که شما سلاح را در دست میگیرید. این هم که ضامنه. همه سلاح ها ضامن دارن، نه همشون. مثلا گلاگ هیچ مدلش 17 18 19 22 نداره. چجوریه؟ سلاحی که ضامن کلا نداشته باشه از دستتون بیفته امکان شلیک داره. حالا اومدن چیکار کردن؟ شما اگه دیدید جایی تعجب نکنید. این ماشه رو میبینین، یه ماشه کوچولو هم روشه. یعنی 2 تا ماشه میبینین، یکی کوچیک‌تر از اینه. این برای همونه. شما زمانی که انگشتتو میذاری روی ماشه، اسلحه ضامن آزاد میکنه. دیگه رو ضامن نیست. اینو گذاشتن که اگه اسلحه دستت افتاد شلیک نکنه. وگرنه ضامنه به این شکل
که اینجا میبینید نداره، یا اینجا توی عکس میبینید، توی این عکس میبینید. بقیه سلاح‌ها فرقی نمیکنه، همشون بغل، یعنی امکان نداره شما یه سلاح کمری ببینید که نیمه اتوماتیک باشه و این شکلی باشه، مثلا ضامنش مثلا دستش باشه یا ضامنش مثلا اینجا باشه. همه ضامن‌ها جایی که شما شستت بهش برسه، نمیتونن اینجا دیگه بذارنش. و اینکه این به شما این قدرت رو میده که زمانی که شما سلاح مسلح کردید میذارید روی ضامن، تا زمانی که نیاز نباشه از ضامن خارجش نخواهید بکنید. این به شما این اطمینان رو میده که شاید یه وقتی دستتون اشتباهی بره روی ماشه، در جای دیگه نمیتونن بذارنش. همه سلاح‌ها یه چیزی دارن که باید از اون استفاده کنیم برای رها کردن خشاب. جاش هم یکسانه اینجاست. فقط این شست شما رو جوری گذاشتن که به این شست شما نزدیک باشه. اکثرا هم تعجب نکنید دو طرفه است ضامنا. دو طرفه بودنش به خاطر اینکه اگه کسی مثل من هم چپش کار میکرد هم راستش کار میکرد گیر نکنه توش. ولی در نهایت شما بازم که میخواین خالی کنین در واقع خشاب رو، باید همینجا رو فشار بدین. فرق نمیکنه چپ دست باشه یا راست دست باشه، میتونید از ضامن استفاده کنید. این مکانیزمیه که باید باشه. پس همه خشاب دارن، اکثرا ضامن دارن و تنها چیزی هم که تو همشون مشترکه و اصلا مدل دیگه ای نداره رها کردن خشابه. خشابی که پر نباشه اصولا سلاح اینجوری نیست. این نشون میده که شما در حالت تیراندازی اگر اسلحه اینجوری شد یعنی شما خشابت تمومه. اگر من سلاحی رو به دست شما دادم که امروز توی میدان تیراندازی سلاحایی که دستتون میدن همشون این شکلی عقب وایسادن. من حالا میخوام ازشون بخوام که خشابو بدن دستتون، دست هیچ کس نمیدن. اسلحه رو میده دستت، من خودم اونجا وایسادم خشاب گذاری رو بهتون یاد میدم. خشابو که گذاشتید ما یه چیزی این بغل داریم باز با همه مشترک، یعنی همه دارن. یعنی اصلا شما نمیتونی پیدا کنی بگین، حتی عرض کردم چکش داشته باشه نداشته باشه، این رها کردن خشاب و برگردوندن، یعنی الان شما خشابو که خالی باشه، مثلا من میخوام یه سلاح به شما بدم، شما خشابو که میذارید سر جاش، اینو که فشار میدین وقتی میره گلوله رفته تو. حالا این یه خورده از سطح کلاس های معمولی بالاتره، ولی من اینجا آموزش میدم هم شما عزیزان یاد بگیرین هم دوستانمون در ایران. بعضی از سلاح ها ممکنه که به هر دلیلی میتونه خشاب شما فنرش ضعیف باشه، گلوله رو نده بالا. شما هر چقدر که خشاب رو ما خالی میکنیم، خشاب رو خالی نگه میداریم که این فنرش فشرده نمونه. وقتی این فنر فشرده میمونه، بعد از مدتی که شما این حرکت رو میخواید انجام بدید گلوله رو نمیاره بالا، چون عادت کرده اونجوری بمونه. وقتی این کار رو انجام دادید رها کردید، حالا یه سری فیلم های هالیوودی زیاد نگاه میکنن، یه چیزای خوب، من خیلی ساده راحت یه نگاه اینجوری میکنیم ببین گلوله کجاست. اگه دیدید اینجا برق میزنه گلوله، ببین که الان چیه؟ سلاح آماده. حالا من چون سلاح بدون فشنگه عقب وای نیست، من خشابو در میارم که یه عقب وای نست. وقتی شما مسلح کردین رو به هدف که ایستادین، سلاح رو برمیگردونین، تا تم نمیخواد نکشین تا تم، چون گلوله رو پرت میکنه بیرون. فکر میکنه که شما شلیک کردین، بکشی عقب. پوک پرون یه ناخونک داره که ته فشنگا رو میبینید، نمیدونم میبینید یا نه، یه زائده ای داره. حالا اونجا من از نزدیک بهتون نشون میدم. این ناخونک پوکه رو میگیره میندازه بیرون. وقتی شما مسلح کردین یه کوچولو میکشیش عقب، نگاه میکنید گلوله رو که دیدی، یعنی سلاحت چیه؟ اوکی. زمانی که شما سلاح رو مسلح میکنید اولین کاری که میکنید سلاح رو میذارید روی
ضامن. همیشه سلاح باید رو ضامن باشه. اصلا چیز هم نداریم. اما اگر هم نداریم. شرایط هم نداریم. حالا یکی مثل من یه خورده خارج از قانون میزنه. من نمیخوام شما مثل من بشی. در بدترین شرایط درگیری شما باید، یعنی حالا به اونجا میرسیم، به زانو بشی، بلند شی، بشینی، سلاحت باید همش از تو حالت ضامن در بیاری بذاری تو حالت، یعنی از حالت استفاده در بیاری بذاری تو حالت ضامن. و مجددا این دیگه براتون باید بشه تمرین. این همش تمرینه. چرا این کارو میکنن؟ به دلیلی که استرس باعث میشه، حالا من اینجا یه نمونهشو براتون اجرا میکنم رو خودتون. این استرس چی کارت میکنه؟ شما میخوای سلاحو مسلح کنی، سلاح میخوای دنبال مثلا اینو گذاشتی، الان داری کار انجام، یه کار دیگه داری انجام میدی، یهو مثلا یه اتفاقی میفته، یهو دستت میره رو ماشه. اصلا انگشتت، اصلا حواست به انگشتت نیست. ما نظامی‌ها معمولا انگشت از اینجا بیشتر نمیره. هر کی رو دیدید عکس اینجوری گرفته بدونید که هیچ اصلا تا حالا تو عمرش دوره ندیده. هر کس رو دیدید دستش رو ماشه است توی عکس و فیلم بدونید اصلا تا حالا تو عمرش تیراندازی هم نکرده. یا کلا از همین یه بار مصرف‌های بسیجیه. خوشبختانه. باز و بس کردن سلاح یک داستان متفاوته. چرا ما سلاح باز و بس میکنیم؟ شما بعد از هر بسته به نوع سلاح، بعد از هر 500 بار که 500 تا گلوله که شلیک کردین سلاحو باز میکنین. اینا قابل باز کردن نیست، ولی لازم هم نیست حتما همتون بلد بشین. این چیز خیلی عادیه. حالا من خدمتتون میگم. پین ها، اینا یه پین دارن، میبینین ایشون. پینو که فشار بدید، اصلا اینجا مثلا نگاه کنین، این پینو فشار میدید میاد بیرون. پین که اومد بیرون، این اصلا گلنگدن که باز شد، شما داخلشو میبینین. یه پوکه پرون داره انقدر. یه دونه فنره به همین اندازه و یه لوله است. اینا رو که توش در بیارید تموم شد. تمیز کردن سلاح، بعضی شاید فکر بکنن که باید حتما روغن ازش بچکی، مثلا خوب شلیک میکنه. خیلی همچین تصوری دارن که سلاحی که روغن خورده مثلا، نه، سلاح باید روغن بخوره، تمیز بشه، یک دونه لک هم روش نباشه. من زمانی که می‌خواستم سطفان 1 بودم، سطفان 2 بودم، می‌خواستم سربازا رو اذیت کنم، دستکش سفید دست می‌کردم، میرفتم اینسپکشن می‌کردم، دست می‌کشیدم به اسلحه، داخل اسلحه‌هاشون که دستکشم سیاه می‌شد، می‌ذاشتم دوباره تمیزش کنم. این که شما روغن میزنید شما باعث میشید که خورده‌های که توی لوله مونده، باروتی که پاشیده شده داخل، اینا همه تمیز بشه. مدل‌های مختلف داره، فرچه داره، عرضم به حضورتون لوله های کوتاه هست، مدل های مختلف داره، بسته به نوع سلاح داره و کارخونه که اینا رو میسازه. بعضی فقط مثلا شاید یه دونه یه زنجیر دونه است، سرش دستمالای خاصی هم هست که مثلا ما دستمال پلاستیکی نباید باشه، باید جنسش حتما کتون باشه که وقتی وارد میکنین تمیز کنید، چون پلاستیک این کارو برای شما نمیکنه. بعد سرش یه شکاف داره، حالا هر چی که هست، چه زنجیر باشه چه میله باشه، یه شکاف کوچولو مثل سوزن جوالدوزه. شما یه تیکه پارچه رو برمی‌دارید، باریک میبرید، یا بریدش هست آمادهش، بعد روغن اسلحه رو که زدید قشنگ همه جا پخش کردید با یه دستمال دیگه، لوله و عرضم به حضورتون تمام شیارهایی که این شیارها رو تمام باید تمیز کنید. وقتی اینو برداشتید همه اینا رو تمیز میکنید، یعنی روغن میزنید، بعد شروع میکنید با اون وسایلی که در اختیار دارید تمیز کردن. لوله و شیارها اینا هیچ روغنی نباید توش بمونه. وقتی تمیز شد میذارید سر جاش، میرید سراغ خشابتون. خشابا از پایین باز میشه، همه خشابا. مدل‌های پلاستیکیش یه مقدار راحت‌تره، کشوییه. مدل‌های قدیمیش شاید نیاز داشته باشید که با یه آچار بازش بکن. باز که کردید یه کفی داره، میاد بیرون، یه فنر توش یا 2 تا فنر توش. اگه سلاح کمری معمولا یه فنره، سلاح تهاجمی معمولا 2 تا فنره یا یک فنر پهنه به اندازه خود خشابه. اینو در میارید،
معمولا توشو که تمیز کردید همین این فنه رو یک کوچولو، یک کوچولو بکشینش که از اون حالت قدیمش بیاد بیرون. یک کوچولو میکشینش که وقتی میزنینش سر جاش فنر میاد اینجا. بعد فنر رو با انگشت میبریدش پایین، میذاریدش توی اون شیار داخل. این دیگه شما گوله گذاری که میکنی راحت جواب میده، گیرم نمیکنه. ولی خیلی مهمه، چون سلاح‌های مدرن تو دو حالت گیر میکنه: یا خشاب خیلی پر مونده، یا اینکه گلوله شما زدگی داره، پوکه شما زدگی داره. وقتی میخواد بدتش بالا یه جایی گیر میکنه، یه جایی رد نمیکنه. حالا یا مرمیش میتونه باشه یا پوکش میتونه باشه. در غیر این صورت سلاح شما اشکال داره. حالا در اثر فرسایشه، در اثر ساختار غلطه، هر چیزی میتونه باشه. ولی سلاح جمع کرد، خودشو نگه داشت، شلیک نکرد. یعنی شما الان میخواید شلیک بکنید، زد ولی گوله شلیک نشد. تو هیچ جایی اقدام به این نکنید که مثلا تو کلاس چی شد، چرا این گیر کرد، چرا این کار نمیکنه. این کار اسلحه رو میذارید روی، چون میدان تیراندازی اصولا یه صفحه جلوتونه که همه چی میذاریدش اونجا، دستتون میبرید بالا. افسر رنج میاد بالا سرتون میگه من سلام گیر کرده. موجودش یا میذاره کنار، یه سلاح دیگه به شما میده، یا اینکه نگاه میکنه مثلا خشابو در میاره، گوله رو از توش میندازه بیرون، دوباره خشابو میذاره، مسلم میکنه، میده دستت، میگه یه بار دیگه امتحان کن. اگر 2 مرتبه این کار انجام نداد یه سلاح دیگه برای شما میاره. راست دستا اکثرا راست دستین دیگه. دست راست قبضه رو میگیره، حالا این دست راست سلاح توش. شما یه دستی نمیتونی اینجوری وایسی، بعد از چند ثانیه دستت خسته میشه. معمولا سلاح رو ما این دست، حالا من دونه دونه میام به اینجا، بعد اینجاست که ساعت زمانی من یه ذره داشت اذیتم میکرد، چون میخوام تک تک شماها اینو تجربه کنید. سلاح رو که میگیرید این قسمت دست میره پشت قبضه، میگیره قبضه. این دست خیلی مدل‌های قدیمی هست، اینجا رو میگرفتن، اینجوری میگرفتن، اینا همه رفته دیگه نیست. این دست میاد اینجا، این شست میاد زیر گلنگدن سلاح کمری. حالا چرا ما اینا مثلا اونا رو ول کردیم اینجوری اومدیم یاد میدیم؟ ما به این نتیجه رسیدن، حالا ما که مربی‌ها به این نتیجه رسیدن آقا این کار نمیکنه، این سلاح تو دست درست جا نمیگیره. حتی گرفتن سلاح تهاجمی هم عوض شده. از سال 2001 که وارد افغانستان شدن، اصلا این دیدین چون این فیلم، حالا باز من یه فیلم دیگه بعداً براتون میذارم، رو کلاها دوربینه. این دوربین همه جور چیزی رو ضبط میکنه، ولی برای من و امثال منی که اون زمان مربی بودیم به ما چیزی رو نشون میده که باید ببینیم آقا این طرز تیراندازی جواب میده یا نه. کجا سرباز گیر کرد، کجا نتونست از سلاحش خوب استفاده بکنه. همه اینا رو میشینید آنالایز میکنید، دسته بندی میشه، به کارخونجات میره کارخونه سلاح، میگن آقا این سلاحی که درست کردی اینجا سربازا گیر کردن، مشکل پیدا کردن، یه چیزی درست کن که این توش نباشه. میدن به اونا. این دوربینا خیلی با ارزشه، چون تمام لحظه ها رو برای شما ثبت میکنه. شما وقتی سلاح رو دست میگیرید، من سلاح رو دونه دونه میدم همینجوری بره تا برسه به نفر آخر، تا بعد 2 مرتبه چیز کنم. شما سلاح رو من میدم دستتون همینجوری که داره میچرخه، نگاه کنید ببینید این قسمت تحتانی قبضه است. درست؟ این انگشت اصلا ضامن سلاح ول کن. ضامن اینه. این تا نره این تو هیچ اتفاقی نمیفته. زمانی شما میذارید انگشت رو روی ماشه که میخوای شلیک کنی، در غیر این صورت اینجاست. اصلا و ابدا به هیچ وجه شما انگشت رو اینطور نکن تا زمانی که میخوای شلیک بکن. قبضه رو که گرفتید، این دست هر جا دیدید که دیدتون ناجوره بگید من پوزیشنمو عوض کنم. فقط من نمیتونم
هیچ وقت سلاح رو به کسی نگیرید. حتی اینو، حتی اسباب بازیشو، هیچ موردیشو. هرگز. به خاطر اینکه اصلا باید یاد بگیرید که سلاحو به طرف کسی که باهاش نمیخوای تیراندازی کنی نباید نشانه بری. و هر لحظه ممکنه که اون سلاح پر باشه. من زمانی که قبل از ایران بیام بیرون، یه دوستی داشتم پدرش تاجر بود و این شخص اسلحه 32 میلیمتری حمل میکرد. برادرش رو با گوله زد کشت. برادر کوچیکشو تو بغل خودش مرد. اگه تو رسپکت نداشته باشی برای چیزی که داری انجام میدی، هیچ وقت نمیتونی موفق بشی. اکثر کسانی که اسلحه‌هاشون دیسچارج کرده، یعنی توی هر زمانی گوله شلیک کردن، کسانی بودن که خودشون اسلحه تدریس میکردن. گزارشاش برای ما فرمانده ها میومد دیگه. بعد نگاه میکردیم طرف مثلا 15 سال داره سلاح تدریس میکنه توی پادگان. رفته بود. شما از پادگان که خارج میشید، بعد که برمیگردید همه باید به صف یه جاهایی داریم، مثلا 4 نفر 5 نفر میتونن وایسن پشت سر هم، میرن جلو. یه لوله است توی شنه، اسلحه‌تو میذاری، با اینکه در آوردی نگام کردی توش هیچی نیست، سر لوله رو میکنی اون تو، میچکنی مطمئن بشه که این سلاح دیگه چیز نیست. بعد همینجوریه تو گزارش نوشته بود سلاحو میبره اونجا، بعد داشته با بغل دستیش حرف میزده. کسی که مربیه. خب بعد به جای که سر لوله رو بکنه توی اون جای مخصوص گذاشته کنارش، بعدم فایر میزنه گلوله رو، میخوره به بدنه اون، کمونه میکنه به بغلی. زده بود اینجاش. طرف 15 سال بود، مسئولیتش فقط و فقط آموزش سلاح بوده، یعنی هیچ کاری دیگه نکرده. نه، این اعتماد به نفس بیجای ما انسان هاست. برای من اتفاق نمیفته، برای تو اتفاق میفته، برای تو میفته، برای من نمیفته. آقا چرا کمربند ماشینتو نمیبندی؟ بابا بی خیال، میخوام برم تا سر خیابون. تا سر خیابون ممکن 1000 تا اتفاق دیگه هم بیفته. ما نظامی‌ها وقتی یه چیزی رو میگیم اگه که انجامش نده چرا اعصابمون میریزه به هم؟ به خاطر اینکه اما چرا نه، یه چیزی هست که دارم بهت میگم بکن. هزاران نفر نشستن فکر کردن که تو این کارو باید بکنی. چرا من گفتم 60 تاتون رو بکنین اینجا با اینکه میدونی که سلاح، حتی من نوعی که میدونم خشابم الان توی جاشه، انگشتمو میکنم عادته. حالا من یه عادت دیگه هم دارم. سلاح که سلاح مثلا اتوماتیکو انگشت کوچیکم میکنم تو لوله پشت، خالیه ها، مطمئنم. دستو که میذارید پشت قبضه میگیرید، انگشت بیرون، این دست میاد اینجا. این حرکت اینجا رو میبینین؟ زیرش، نه روشا، اینجا. حالا این طریقه گرفتن، طریقه بدن. چرا اصلا بدن تاثیر داره تو این مسئله؟ شما هر جوری وایسین توی شلیک کردنتون تاثیر داره. اصولش پایش اینه، میگه شما سلاحو که دست گرفتید، اندازه عرضشونه، من اینو بعد برمیگردم رو بام، عرضشونه، پاها یه ذره خم، انگار که مثلا میخوای مثلا یه لحظه میخوای بشینی روی صندلی یا سوار اسب میخوای بشینی، هر جوری که فکرشو میکنی، یه حالت نیمه خیز داره. بدن رو باید یه حالت مثلا میخوای بشینی یا میخوای بلند شی از یه جایی، همچی حالتی. از داخل صفر بدن اسلحه میره بیرون، میرسیم به شکاف درجه و نوک مگسک. این شکاف درجه است، این نوک مگسک. تو همه سلاح هم هست، مگر اینکه امروز میبینید با ایم پوینت تیراندازی خواهید کرد. اون یه چیز دیگه است که من باز اونم توضیح میدم. این پایه داستان همه باید بلد باشن، مثل قطنما و نقشه است. چون اسلحه از دستت بیفته، ضربه محکم بخوره، اون ایم پوینت جابجا میشه، دیگه به درد نمیخوره. باید بری 2 مرتبه با چش خودت تنظیمش کن. ولی این همیشه ثابت. شکاف درجه، نوک مگسک و هدف 25 متری، 15 متری، 30 متری تا برسه 5 متر. 5 متر با سلاح کمری
برای هر کسی راحت نیست زدنش. 10 باور کنین، من جدی بهتون میگم، 7 متر گذاشتم، 7 متری بلوک سیمانی و همه چی خورد به غیر از به بلوکه. طرف یکی دوتا هم نبودن، نشسته بودن میزدن. زمانی که شما بخواید هدف گیری بکنید، این شکاف درجه و نوک مگس ها که باید با هم همزمانی، اینو باید بذارینش وسط این نوک، این یعنی این خطی که اینجا میبینید نوک، میذارید اینجا هدف. ولی مسیر حرکت گلوله‌ای که در خان میچرخه مستقیم نیست، به صورت دقیقا این شکلیه، یه مسیر این شکلی رو طی میکنه، هیچ وقت مستقیم نمیره. وقتی فاصله زیاد بشه، از 100 متر بره به اونور، افت میکنه گلوله، جاذبه زمین میکشتش، هوا، باد روش تاثیر داره که ما میریم روی مسئله تک تیراندازی که الان نمیخوام واردش بشم. ولی در سلاح کمری 50 متر باید خیلی تیراندازی کرده باشید که بتونید هدف رو باش بزنید. دیگه باهاش به قول بچه‌ها گفتم، مثل بچه باید بغلش کنی، باش بخوابی بلندشی تا این با تو یکی بشه، بعد بتونی 50 متر رو بزنی باش. البته با این شکاف درجه و نوک مگسک عرض میکنم و با ایم پوینت راحته. اون برای شما هدف رو مثلا آماده کرده، یه نقطه قرمز رنگیه که شما توی سیستم میبینیش. اشتباه دست بردم با پوزش از شما. مثلا این میبینین این نقطه روی تابلو همین شکلیه، فقط ریزتره. شما وقتی هدف رو گرفتین، چکاندن ماشه این ببینید، ما انگشت اشاره رو اون قسمت نوکش اینجا 3 قسمتش میکنیم. بالا یعنی اینجا که مشخصه، یه قسمت وسط، یه قسمت بالا. این وسط رو باید بذارید روی ماشه. از چکوندن ماشه این شکلی شما هدف رو نمیزنید. اگر دستتون رو زیاد بدین تو، وقتی شلیک میکنین راست میزنه، میکشید سلاح این وقت. هیچ ربطی به لگد سلاح و هیچی دیگه ای نداره، فقط دخلی داره به گرفتن ماشه و چکاندن ماشه. ماشه رو باید لمسش بکنید. ماشه یه خلاصی داره، خلاصی رو باید بگیرید. از چکاندن اینجوری شما هدف رو نمیزنید. شما وقتی میخواید شلیک بکنید، وقتی به طرف هدف گیری میکنید، ببینید اگر خیلی برید عقب، سر بلوله رو میدین اینور. اگه خیلی بیای تو، سر بلوله رو میدین اینور. ولی وقتی به طرف بدنت میکشیش، یعنی داخل بدن میاریش، میبینید من اتوماتیک، اصلا وقتی خب سالهاست اتوماتیک دستم اینجاست، عادت کردم. نگاه کن، انگشت من کامل نیست، عادت کردم تا میاد روش. بکشید اول خلاصی ماشه رو بگیرید، بعد رها کنید. این صدا رو میشنوین؟ این یعنی که 2 مرتبه میتونید شلیک بکنید. شما دیگه خلاصی رو دیگه نمیخواد بگیرید، یه بار گرفتینش، فقط میارینش اینجا که بخواد گوله رو بذاره بالا، آماده شلیک بعدیش. اینو توصیه نمیکنم الان یاد بگیرین. ببینم امشب اگه بشه بهتون اونجا ببینم میتونم. یه ذره چیز خاصی نیست، ولی نمیذارن کسی یاد بگیره، چون باید حتما یا پلیس باشی یا باید نظامی باشی، باید یه جوری باشه که مثلا به کارت بیاد. بهش میگن دبل تپ. بهش میگن چرا دبل تپ؟ شما این وقتی میکشید سلاحو، اولی که میزنی سلاح که از جاش ممکنه خارج بشه، ممکنه اصلا هدفو مثلا بد بزنی، برمیگرده سلاح سر جای اولش. تو اون فاصله زمانی کوتاه سلاح برمیگرده سر جای اولش. شما گوله دومو که بزنی، اولی رو اگه مثلا زده باشیم اینجا، دومی با فاصله 5 6 سانتی دیگه‌اش میخوره. ولی اگه اولی رو زدی صبر کردی، دومی رو زدی، ممکنه بزنیش اینجا، مثلا بزنی جدی. ولی اتوماتیک اسلحه برمیگرده سر جاش. چه با سلاح کمری، چه با سلاح
اتوماتیک. هر دوش در واقع پوانش اینه که شما وقتی ممکنه در اثر هر مسئله‌ای نتونی هدف رو بزنی، گلوله دومت به هدف حتما میخوره، چون سلاح برمیگرده سر جای قبلش. زمانی که شما سلاح رو، این بخش با این قسمت دو بخشه، در لباس نظامی، در لباس پلیس، هر جا که هستید، سلاح رو وقتی میخواید غلاف میکنی، توی کلاس‌های آموزشی اگر جلوتون بازه، این یعنی مربی وایساده، شما هنوز دستور تیراندازی ندارید، سلاح این اگه جلوتون بازه. اگه میز دارید، سلاح رو میزه اینجا، یعنی اگه اینجا میز باشه شما سلاح میذارید روش. هیچ وقت. اگرم که جلوتون بازه، یعنی میدان تیراندازی بازه، شما اینجوری به مربی نشون میدید که من سلاحم کنترل دارم روش. کسانی که بعداً میخواید برید جواز بگیرید، اینا رو یادتون باشه. نگاه میکنه، میگه من رفتم دوره دیدم. کجا؟ میگه مثلا رفتم آموزش دیدم. میگه خب نشونم بده. اولین حرکتی بکنه میفهمه که یاد گرفتی یا نه. سلاح میخواید مربی وایساده پشتتون راه میره دیگه، شما رو به این برین، حالا یا رو به این برین، این پشت سر شماست. این نشون میده که شما آمادگی رو داری، سلاحت هم دستته، کنترل هم داری روش. حالا هرچی دستور داد مسلح کنی، نشونه برین، آتش به اختیار یا به فرمان. اگه به فرمان باشه شما باید گوشت به مربی باشه. اگه گفت آتش به اختیار، هر وقت خواسته میچه کنی. الان میخوام به شما بگم که اول میخوام اسلحه رو بگیرید، همینطوری بدون اصطلاح بگیرید دست، ببندین شستو، این همه رو ببند. شما الان بعد برمیگردین ایرادتون. دست خیلی بالاست، از حدی که باید بالا باشه بالاتره. شونه ها رو آها. خب الان شما پاتون رو اشتباه گذاشتین، اندازه عرض شونه. خب این نه کافی، یه ذره باید بشکنه. آها این خوب، این خوب. چرا اینا داریم آموزش می‌بینیم؟ لگد سلاح. بعضی از این فیلم ها رو دیدین، طرف داره شلیک می‌کنه یا سلاح میره تو صورتش، حتما دیدین. دلیلش می‌دونید چیه؟ دلیلش همینه. شونه ها رو بنداز. آها ریلکس. پاتون اشتباهه، برای همین عقب رفتی. حالا شد. یه کوچولو فقط زانو خم. نه خیلی شد. یه کوچولو. آها. حالا شما یه ذره شونه ها رو برعکس دوستمون که خب مسلط روی شونه، شما شونت رو بنداز. ذره آروم. حالا بیار بالا. ببین اندازه چونت. خب حالا شما تعادل ندارید. دلیلش میدونید چیه؟ مرکز ثقل همه ما شکممونه دیگه. ماهیچه های شکمه. اگر نداریم مرکز ثقلمون میشه هیپس. اگر ندارین یه ذره بیشتر بشینین. یه کوچولو شما خوب بودین همون حالتی که ایستاده بود. یه ذره بیشتر بشین. اگه ندارین شکمو بکشینش تو. عادتش بدین. شما یه بار دیگه برو. الان بهتر شد. الان درست شد. خب راحت بشین. این دلیلش اینه که چرا؟ چون نمیخوام اصطلاح بخوره تو صورت کسی. اصولا ما زور بازو رو خیلی بین خانم و آقایون فاصله میندازیم. از اینکه اصلا ربطی به زور بازو نداره. تکنیک گرفتن سلاحه. درست؟ تکنیک گرفتن سلاح. خب الان میخوایم از سلاح کمری شروع کنیم، بریم جلو. من وقتی ماها وقتی سلاح رو تحویل میدیم بر مراکز خودمون، وقتی میایم جلو میگیم سلاح خالیه و مسلح نیست. حالا به زبان خودمون، انگلیسی، هر چی که هست. با این تفاصیل وقتی سلاح رو تحویل میدیم، سلاح ضامنه، خالیه یا پر هست ولی مسلح نیست. بس این اون سلاحی که دارین تحویل میدین
چه حالتی داشته باشه. تحویل گیرنده اصلا کاری نداره من چی گفتم چی نگفتم. من یه اخباری بهت دادم، ربطی نداره که حتمی باشه یا نه. نگاه میکنی تعداد گلوله رو پشت خشاب سوراخ داره، بسته به نوع خشابتون داره، به تعدادش نگاه میکنیم این پر باشه. وقتی تای فشنگو میبینین تو اون سوراخ یعنی فشنگاتون کامله. اینو در میاره میذاره حالا تو جیبش یا توی محله. من سوار نکردم رو کمرم به خاطر اینکه میخواستم برم و بیام، گفتم الان نگاه میکنم اینجا میخوان چیکار کنن. وقتی در آورد نگاه میکنم اینو تو سلاح گوله نباشه، بعد مشه رو میخوابونه میذاره رو زامه، خشاب رو در میاره میذاره سر جاش. این تحویل گرفته. درست؟ حالا من تحویل بود. این خدمت شما. بگیرید دستتون. خب الان درست؟ ببینید الان اولین چیز اینه که ببخشید من پشتم به شما هاست ولی این وری با این ما مربی‌ها از چیزی که میترسیم و برای همینه که همیشه یه دونه ترکه تعلیمی اسب همراهمونه بلنده، به خاطر اینکه یا چوب. من معمولا ترکه تعلیمی اسب با خودم می آوردم چون بلنده. اینجا که وای میستادم نه نمیزدم. اینجا که وای میستادم مثلا اینجا که وای میستادم اینجوری میگرفتمش اینجا. مخصوصا موقعی که میخواستن حرکت کنن تیراندازی کنن. این ترکه اینجا بود بلنده. چون از سوار باید بلند بود یا باتوم دستم بود، هر کدوم. فقط نگه دارم که یه. خب الان این درسته، اینم درسته. حالا پاهاتون اشتباس، اندازه عرضشونه یه ذره بیشتر. حالا شد، حالا یه مقدار نه همونقدر که بود اوکی بود. حالا یه کوچولو خمش کنید. آها خیلی خوب. این خیلی نبندینش. چرا من میگم صاف نکنین؟ به خاطر اینکه باید سلاح بتونه باهاش بازی کنه. خیلی که صاف بگیرید مچتون اذیت میشه اینجا توی ضربه، ولی وقتی اینجا باشه یه مقدار این چیه جایی براش میگذاره که به مچتون ضربه نخوره. حالا اول سلاح رو مسلح کنیم. به خاطر که الان توش خشابه. اجازه همینجوری نگشت. زمانی که سلاح رو مسلح میکنین یا این نه درست یا این اگر تو سالن تیراندازی هستید این رو به هدف. حالا الان سلاح رو شما فکر کن سلاح رو کشیدی عقب، خشاب گذاری کردی، میخوای آزادش کنی، باید کجا رو فشار بدین؟ اون دست رو اصلا استفاده نباید بکنین. هیچ کدوم از اینا نیست. خب این که الان اینه. خب الان میخواین اینو آزادش بکنین. یادتون میاد؟ حالا من وقتی رد میشم خودتون باید اتوماتیک بدیدش بالا. من نباید با پیشمش بکنمش بالا. رد میشه کسی از جلوتون. الان ایشون وایسادن، من رد میشم میرم و میام. خب ولی فریق سریع از سلاح میاد اینجا، من جرئت نمیکنم از این ور برم. نه که جرئت نمیکنم بلکه اصلا درستش هم نیست. حالا من میام اینجا سر سلاح میره بالا. اصولا ما با پشت حرکت میکنیم ولی چون جامون کمه مجبور شدم که از جلو. ما هیچ وقت جلو نمیایم. همیشه از پشت افراد حرکت میکنیم. خب حالا شما آماده است، سلاحتون هم پر شده، هدف هم هست. الان باید این وسط شکاف درجه، نوک مگسک زیر هدف. حالا میتونید انگشت رو ببرید روی ماشه، خلاصی ماشه رو میگیرین. الان خلاصی رو گرفتین. حالا از اینجا به بعد دیگه با آتش به اختیار. یه ذره کمتر ولش کنین. اگه میخواید شلیک دومو بکنین دست رو بذارید رو ماشه باشه. اگه شلیک دومو نمیخواید بکنید میتونید دوباره بیارینش بیرون. شلیک بعدی رو میخواید بکنید 2 مرتبه. همینجا ببینید اینجا باید نگرش دارین. دیگه انگشت از اینجا نباید بیشتر بره بیرون. کامل نباید نه. گرد سر جاش. اگه میخواید 2 مرتبه شلیک کنین. باز شکاف درجه نوک مگسک شلیک. بسیار عالی. مسئله اصلی اینه که شما هر چقدر اینا اینجوری نگرش دارید خسته تر میشید.
زمان به شما باعث میشه که خسته بشید و سر اسلحه میاد پایین تر. از زمانی که شما سلاح رو میارید بالا تا زمانی که میخواید شلیک کنید کمترین زمان رو برای خودتون در نظر بگیرید. هرچی طول شما اینو ادامش بدید افت میکنه سلاح. تا اومد بالا آماده شدید برای شلیک، تیراندازیتون رو انجام بدید، چه بد چه خوب، چون هرچی نگرش داری بهتر نمیشه، بدتر میشه. مگه اینکه شما تمرین مسابقات تیراندازی ورزشی بکنید که دست پشت کمره، سلاح هم رولوره، این نیست 38 یا 32، بستگی به لولی که شما مسابقه میدید. اونم اصلا طرز ایستادنش این شکلی نیست، اینه. تمام وزن میفته روی شونه شما. اگه اینجوری وایسی لرزشت بیشتره، ولی وقتی اینجوری وایسی تسلطت بیشتره، کمتر هم خسته میشی. این با هم فرقش اینه. خب سلاح خالی. شما خدمت کردین؟ بله. با تپانچه هم کار کردین؟ بله. خب من میدم خدمت شما. عجله نکن. خب حالا سلاح مسلح کن، بخاطر اینکه چیز داره، گلوله نداره. خب الان هدفگیری. الان شما هدف چپ دستین. بله. خب الان هدفگیریتون رو بکنین. حالا چون شما چپ دستین اینو بیارینش اینجا یه ذره جلوتر، حالا بدینش بالا. حالا شد. شکاف درجه نوک مگسک، هر وقت خواستیم تنشن اندازی کنیم. عالی. الان ببینید ایشون قدشون بلنده. خب سلاح باید هم تراز با چونه شما باشه. هر چی ببریدش بالاتر تیراندازی، اگر دورتر از 20 متر 25 متر باشه شما ناچارن سلاحتون میاد بالا، اصلا هدف دورتره. ولی هدف 10 تا 20 متری رو با چونتون مقایسه کنید، مماس بکنید، با آماده شلیک باشید. مرسی. متشکرم. ایشون چیزش بلیتش برعکس شد، همه رو جدا کردم بزنش. دلیل داره، الان بهتون میگم. ببین الان من روبروت ایستادم، من دارم روبروت ایستادم. آفرین. سلاح خالی بود، درسته؟ خالی. خب حالا خب الان فکر کن که سلاح مسلحه. خب الان تو شما فکر کن که خشابت پره. حالا باید چیکار کنی؟ الان باید چیکار میکنیم ما؟ خب ببینید شما اول این زامنو که یادتون میاد، درسته؟ این دست برمیگرده میاد اینجا و این میاد، یعنی شما الان سلاح گرفتی اینو بیارش بیرون، میذاریش رو این. حالا درست شد؟ الان سلاح شما مسلحه، درست؟ حالا باید چیکار کنین؟ خلاصی ماشه رو بگیرین و آتش به اختیار. 2 مرتبه، 2 مرتبه، 2 مرتبه. حالا سر رو بدید بالا. انگوش خیلی تو بود. خب دیدین، همتون هم متوجه شد. ایشون وقتی تیراندازی میکنه 100% هدفو اینجا رو میزنه. یادتون باشه اون 3 قسمتی که خدمتتون عرض کردم، 1 اینجاست، 2 هم که نوکشه، این وسط اینه. یعنی وقتی از بیرون خودتون نگاه میکنین، همونجوری که انگشت من دیدین یه حالت 90 درجه حالا حدوداً پیدا میکنه به خاطر اون حالتی که گرفتینش. این توی ذهنتون باشه. حالا چرا من بهشون خشابو در آوردم دادم؟ وقتی خشابا بهتون میدن، متشکرم. وقتی خشابا بهتون میدن یا خشاب گذاری میخواید بکنید، خیلی مهمه که چک کنین چی دارم بهت میدم. توقع هم نداریم، ولی خب اینا به خاطر اینکه میخوام بگم اشکالا کجاست. چند تا گوله دارم؟
سواله. 14 تا ما نظامی‌ها توی عملیات منطقه عملیاتی 14 تا گلوله اینجا داریم، یه دونم تو لوله. یعنی وقتی خشاب گذاری میکنم یه دونه گلوله رو در میارم میذارم توی لوله که من 15 تا داشته باشم، اگر خشابم 15 تایی نباشه. خشابی رو که بهتون میدن همیشه یادتون باشه چک کنین یا سوال کنین. اگه اعتماد دارید سوال کنین، در نهایت چک میکنین. همیشه جوری خشاب رو بذارید که وقتی دارید در میارید دشمن، هدف، هر چی میخوای خشاب عوض کنید دیگه. شما وقتی رانندگی میکنید دنده و فرمون که نگاه نمیکنید، حواست به جلوت. اینم همینه. تو درگیری شما نمیتونی اینجوری بکنی. این انگشت دست چپ بغل خشابه. خشاب رو جوری جاگزین میکنید که وقتی در میارید گلوله رو به بیرون بدنتونه، نه داخل بدنتون. یعنی که خشاب آماده برای رفتنه، که یهو گیر نکنه هول کنی. شما تو درگیری نبودین. خیلی صحنه بدیه، خیلی بده. امیدوارم براتون هیچ وقت پیش نیاد. یعنی آدمایی رو دیدم که سالها تمرین میکردن ولی تو درگیری یخ کرد که اگر من هولش نمیدادم شانس آورد که تو نفربر اومد بیرون، در نفربر باز بود ولی آتش از روبرو میومد. اگه هولش ندادم تو زده بودنش. خیلی صحنه گندیه. برای اینکه هر لحظه تنها چیزی که به مغزت خطور میکنه که من قراره بمیرم. هیچی دیگه به فکرت نمیاد. چرا میگن نیروهای امریکایی یا افسرهای دوره دیدی یا سربازهای دوره دیدی که سالهاست کار میکنن آرومن؟ دیدیم تو این فیلم‌های هالیوودی هم بعضی وقتا میبینی یارو داره راه میره و میزنه، فکر میکنی واقعا همین شکلیه برای ماها. ولی ماهایی هم که اینقدر ببینید نیروهای معمولی، مثلا میخوام طبقه بندی بکنم که شما بشناسید. مارین حداقل 1 سال مرتب تمرین میکنن. رنجرها 18 ماه. حالا همینجا برو بالا. تمرینه ها، هر روز صبح تا شب تمرینه. یعنی هیچ کار دیگه نمیکنه. داره تمرین میکنه. انقدر این کارو میکنه که دیگه میرسه به این حالت که اوکی داره میزنه، خب ولش کن. کارمو دارم میکنه. همین باعث میشه که نجات پیدا میکنه. همین باعث میشه که کار اشتباه نکنه. همین باعث میشه که خودشو نبازه. از بس دیگه تمرین کرده. اینو اگه تمرین نکنید استرستون نمیخوابه. حواستون به این باشه اینو درست جایگزین بکنید توی هر جا که میذارید جاش. گلوله رو به بیرون بدنتون، چشم به هدف، هر چی که هست. ممکنه جا به شما اینجوری کنی بلند شی نیستش، بغل دستته. چشتو از هدف بر نمیداری، خشابو در میاری. چرا این انگشتو میذاری اینجا؟ خاطر اینکه اینو بتونه بهت نشون بده. اینو به تو نشون بده اینور اونور نری. این ببینید این نشون میده که شما وقتی میخوای جا بزنی اینور اونور نشی. چشتون به هدفه. یا داری اصلا میخوای حرکت بکنی، از یه نقطه بری به یه نقطه دیگه. خب بخش سلاح تهاجمی اتوماتیک کلا بهش میگن کلاش، ولی خب این یه نمونه 47 داره، 74 داره و مدل‌های دیگه هم داره. این مدلی که الان دست منه 74 یو هست. کالیبرش 5.56 نسبت به اون 7.62 47 متفاوته. لگد کمتری میزنه، خشابش مقدار متفاوته و این برای نیروی مخصوص در واقع روسیه ساخته شد، برای چتربازا، برای نیروی مخصوص که بخوان حملش براشون راحت تر باشه. دستش هم تاشو هستش و همونجور که میبینید یه مقدار کوچیک‌تره، کوتاه‌تره لولش و ولی خب سیستم همونه، مکانیزم همونه، نحوه استفاده از این سلاح هم همونه. سلاح کلاش یا همون AK یک سلاح روسیه
مدل‌های مختلف کوبایی داره، چینی داره، خیلی کشورها درست می‌کنن، حتی فکر کنم ایرانیش هم باشه. ولی در نهایت ساخت روسیه است. از ریشه سرهنگی بود به نام کلاشنیکوف، این رو ابداع کرد، درست کرد. سیستم مکانیزمش خیلی ساده است، خیلی راحته. پشتش در واقع فشار میدید، اینو باز میشه میاد بالا. وقتی اومد بالا تمام سیستم، یعنی با این گلنگدنی که میکشید فنر ارتجاعی و همه سیستم میاد بیرون، میشه یه قوطی خالی. فقط این قسمتش که گاز جوسه توش جمع میشم میتونید باز کنید، شعله پوش رو میتونید باز کنید و قطعاتش رو بیارید بیرون. ولی در کل خیلی راحته، به خاطر همین است که خیلی طرفدار داره. کمترین حالت جمع توش به وجود میاد، هیچ وقت قفل نمیکنه، حتی تو گلم بندازینش در بیاد. ولی قدرت آنچنانی نداره، هدفگیریش بسیار ضعیفه نسبت به سلاح‌های جدیدی که ساخته شده، اصلا حرفی برای گفتن نداره. ولی همچنان ارزون ترین سلاح و راحت ترین سلاح برای اینکه بخوان مثلا بخرن یا بخوان تولید بکنن، هر دوش. سلاح خیلی ارزونیه ولی به هر حال قابل استفاده است. شامل قنداق یا بهش میگن دسته تاشو، قنداق چوبی داریم، دسته تاشوی زیر داریم 47 تا و این هم که از بغل یه ضامن داره میزنن بسته میشه و برمیگرده سر جاش. اینا زیاد توی چیز نیست، تو بازارها نیست، خیلی کمه. من حالا نتونستم 47 تاشو پیدا کنم، 74 دستمون. همونجوری که نگاه میکنید گلنگدن این سلاح این قسمته، این هم ضامنش. این الان ضامنه، بعد میاد تک‌تیر رگبار. وقتی که شما میخواید خشاب گذاری بکنید، مدل هر کسی یه روشی داره. این هم چیزی نیست که حتما باید یه روش انتخاب بکنم. من روشم اینجوریه که هیچ وقت سلاحو مخصوصا تو درگیری سلاحو ول نمی‌کنی، اینجوریش نمی‌کنم اونجوریش نمی‌کنم. اگر درگیری باشم تو همین حالتی که سلاح دستمه خشاب گذاری میکنم، مسلحش میکنم، دوباره میذاریمش روی ضامن. حالا اونایی که من با هر دو دستم تیراندازی میکنم هیچ فرقی نمیکنه. شما خشاب گذاری رو کردید، میخواید مسلح کنید، مدل‌های مختلف داره. یه عده سلاحو برمیگردونن که من مخالفم، چون همون لحظه میتونه هر اتفاقی براتون میفته. چیزی که من تدریس میکنم اینه. با این دوتا انگشتتون، با انگشت اشاره نه دومی، بهش کاملا مسلطی. میتونید بذارینش روی ضامن و بقیهش خیلی راحت. ولی برای مسلح کردن من هیچ وقت سلاح رو نمیپیچونم، بالا پایینش نمیکنم. همونجوری که روبروی دشمن هست خشابو که گذاشتم مسلح میکنم. حالا اگه چپ دستم باشین یا سلاحو چپ گرفته باشین که اصلا نیازی نیست، مثلا راحت شما مسلحش میکنین و میگیرش. من سلاحو چپ میگیرم که شما راحت ببینید، بعد باز از اون ورم وای میسم راست میگیرم. من معمولا ترجیح میدم که سلاح هم حمایل داشته باشه. سلاحی که حمایل داشته باشه شما راحت حالا سلاح کمری هم داشته باشم، اگر این فشنگش تمام بشه اتفاقی براش بیفته ولش میکنم، از سلاح کمریم استفاده میکنم. ولی در کل بودن حمایل لازم. من بدون حمایل اصلا نمیتونم سلاح حمل کنم. نحوه گرفتن سلاح اتوماتیک همینجوریه که من فرق نمیکنه نوعش چی باشه. شما وقتی میخواید یه چیزی رو اره کنین اینجوری وای میسین دیگه، درسته؟ این دقیقاً همون حالته. انگار میخواید چیزی رو اره کنین. قدیم ها خیلی قدیم به خاطر اینکه ضربه رو بگیرن این دست حائل میکردن اینجوری. اصلا دیگه نمیتونم عداشم در بیارم. اینجوری. این خودش هدف بود. کالیبر بالا مثل جسه، AK-47 اینا همه کالیبرش ذره بالاست، لگدش زیاده، اینجوری درس میدادن. این حالت مثلثی که اینجا ایجاد میکرد این ضربه رو میتونست بیشتر، ولی در طول این چندین و چند سالی که از سال 2000 تا الان
اصلا نوع دست گرفتن سلاح عوض شده. مربی‌ها عوضش کردن کلا. اولا که وقتی شما سلاح رو میگیرید این تو بدنه، کمترین نقطه ای رو برای هدف گرفتن در اختیار دشمن میگیرید. کمپرس، حالا من بسته به نوع سلاح دسته داشته باشه اینجا رو میگیرم، نه زیر لوله رو میگیرم، بعضی اینجا رو میگیرم. من اینجا رو زیاد بهتون پیشنهاد نمیدم، تسلطتون روش کمتره، مگه اینکه درازکش باشین، چاره ای نداره. زیر لوله رو میگیرین، بدن یه مقدار حائل به جلوه، کاملا بسته است، کمپرس شده. هدفگیری با سلاح کمری چی بود؟ چیکار میکردیم؟ شکاف درجه، نوک مگسک زیر هدف. اینم همونه. حالا امروز توی میدون تیراندازی این پوینت میبینید، روش این پوینت داره، دیگه اینو ندارین. دارینا ولی دیگه استفاده ازش نداری. روش وصل، خیلی راحت باش هدف میگیرید، فاصله رو مثلا میتونید تارگت رو ببرین، هدف رو ببرین تا سیبل رو ببرین تا اون ته، چون هم یه مقدار بزرگ میکنه، همین که اون نقطه رو شما میبینی، نقطه قرمز رو شما میبینی، هر یا سبز فرق نمیکنه، هر جا بذاریش هدف رو برات میزنه، به شرطی که درست تنظیم شده باشه. اونم هست. حالا ما برمیگردیم به همون نوع همیشگیش. شکاف درجه، نوک مگسک، بدن کاملا بسته، پاهای مقدار باز. چرا این کارو میکنیم؟ چون این حالت فنریت داشته باشین، قابلیت انجام کارهاست راحت تره. یهو میخوای بری درازکش، یهو میخوای بری به زانو، این حالت برای تو راحت تره. موقع حرکت همین حالت رو حفظ میکنین. یعنی شما میخواید از یه محیطی میخواید برید تو یا برید بیرون یا هر کاری میخواید بکنید، بدنتون رو که وقتی بستین شما هدفگیریتون همیشه همون حالت رو داره، بدن همون حالت داره، فقط حرکت، مخصوصا توی ورود و خروج به جاهایی که سقف بسته داره. هر چقدر تایت تر باشین، بسته تر باشین، سخت تر میشه هدفگیری. این ورزش رزمی دیدین همیشه اینجوری وای میسن، خاطر اینکه کمترین سطح داشته باشه برای برخورد کردن. اینم همون حالت رو داره. شما کمترین سطح در اختیار دشمن میذارین و همین قابلیت های خودتون هم بیشتر میکنه که بتونین راحت حرکت بکنین. حالا برعکس همیشه که من توی میدون تیراندازی میگم وقتی صداتون میکنن فقط گردن تا کله رو بچرخون، بدن رو نچرخون، اینجا یه چیز دیگه میخوام بهتون میگم. شما هر کی صداتون کرد هیچ وقت، یعنی حالا توی میدان تیراندازی، با تنه بر نگردین، سلاح همیشه روبرو گردن برمیگرد، تکونش ندین. ولی اینجا داستان دیگه است. هر جا چشم میچرخه لوله هم همون وری میره، هر جا نگاهتون رفت، چون محیط خطرناکه، محیط عملیاتیه، درگیریه. نمیتونی اول نگاه کنی بعد هدف بگیری، خب دیگه رفتی، بای بای. صحبت مینیموم هاست. در نتیجه شما وقتی دارید حرکت میکنید، هر جایی که خواستید نگاه کنید با لوله هر جا نگاه را، به خاطر اینکه عرض کردم دشمن بود، بای. ولی وقتی هستش هدف، بام، نیاز نیستش که فکر بکنی، دیدی زدی. توی فیلم ها دیدین که حالا همایل من یه خورده مخصوص خودمه، ولی تو فیلم ها دیدین اینو ما میاریم جداگانه وصلش میکنیم به، من کیت همراهم نیست که بپوشمش بهتون نشون بدم، اینو وصلش میکنیم به روی کیت، وصل میشه روی جلیقه ها. این اینجاست، همونجوری که داری صحبت میکنی اینجاست. این فقط کافیه که
من خودم چون عادت ندارم این زیر چونم باشه همیشه یه ذره پایین‌تر میگیرمش، مگر اینکه در شرایطی باشم که بخوام کلا اینجوری نگهش میدارم، و یعنی اگه بخوام ول کنم این برای من بهترین حالت. هر کسی یه جوریه، ولی تو مناطق درگیر سلاح اینجاست. حالا یه سری چیزا دیدین، میخوام اونا رو هم سریع از بغلش رد شم. دیدید تو بعضی از این، حتما حالا یوتیوب دیدین، جاهای دیگه دیدین، قنداق اینجاست. همه سلاح‌ها رو نمیتونین این کارو بکنین. سلاحایی که قدرت داره بزنی میاد تو صورت. M4 ساخته شده برای این کار. اولا ضربش خیلی کمه. اون گازی که استفاده میکنه برای مسلح کردن رو اندازه گرفتن، بقیهش میره بیرون. شما اینجا هم که باشی شلیک بکنی اینقدر بیشتر تکون نداره. به خاطر همینه که وقتی توی یه فضایی وارد میشین که ممکنه اینجا یه در و دیواری چیزی باشه که جلوی شما رو گرفته باشه، معمولا میذارنش اینجا که راحت تر بیاد تو. M4 و نمونه های M4 خیلی متفاوتن، سلاح های جدید. این همچنان قدرت لگدش زیاد، همچنان اینو توی همون شونتون داشته باشینش، آمادگی مهار کردنش رو داشته باشید، خیلی بهتره. بعد M4 بلندتره، یه مقدار لوله‌اش و اینا، یا همون AK47 هم باز لوله‌اش از این بلندتره و اون اصلا نمیتونی اینجا بزنی، میزنه سگ صورت آدم. حالا زمانی که میخواید تیراندازی بکنید، بعضی رو دیدم، حالا خودتونم برین تو باشگاه حواستون رو جمع کنید، تو میدان تیراندازی این صورت رو نذارید این پشت. من کسی رو میشناختم که میرفت تیراندازی، بهش یه دونه سلاح دیگه دادن خیلی پرقدرت به نام، بهش میگن 50 کالیبر بارت، سلاحی که من آموزش دیدم باهاش. رفت باهاش زد اومد، من داشتم یه کار دیگه، زنگ زد تصویری، دیدم یه به اضافه رو پیشونیش یعنی چسب ایناست. یه نگاهی بهش کردم، گفتم دوربین خورد تو پیشونیت؟ گواره. اشتباهش این بود که از بس عادت کرد بود، با کالیبرای دیگه زده بود، رفت و چسبیده بود به دوربین و این فشاری که آورد زده بود قشنگ تو پیشونیش، یعنی اینجاش قشنگ شکافته بود. حالا من مجبورم خیلی سریع چیزا رو برم جلو. به زانو نشستن، شما زمانی که دارید میرید، حالا یه اتفاقی ممکنه سر راهتون بیفته، یک چیزی، حالا یک نفر به فاصله خیلی نزدیک شما بیاد، یه دفعه مسلح باشه، یا دشمنتون خیلی مثلا براتون هر جوری تله‌ای گذاشته باشه که بهش نزدیک شده باشین، به جایی که بایستید و به عنوان یک هدف قرار بگیرید، میرید روی سری، میرید روی زانو. چرا؟ چون تا اون بخواد دوباره شما رو پیدا کنه، شما این فرصت رو دارید که دشمن رو هدف بگیرید. یه حالتی وجود داره بهش میگن حالت دوئل، که شما با دشمنتون با فاصله خیلی نزدیک چش تو چشم بشید. این اونجا به کار شما میاد. معمولاً توی جنگ شهری همه این چیزا که داریم صحبت میکنیم هولوش جنگ شهریه، به بیابونی کاری نداره، چون دو تا چیز متفاوت. شما موقعی که میرسید، من خودم شخصا تو حالت دوئل که قرار بگیرم، سری میرم رو زانو، بعد سری هم میرم روی براسکش. این حالت باعث میشه که دشمن شما فوراً تفکرش بره جای دیگه، میخواد چیکار کنه، چی شد یهو رفت یه جای دیگه، من گمش کردم. چرا ما مثلا میگیم تاکتیکال شوتینگ؟ به خاطر اینکه ایستادن که خب هنر تمرین تیراندازیه، اینکه شما بتونید جابجا بشید و این کار رو انجام بدید خیلی متفاوته. ما کاش با سلاح داشتیم که میتونستیم هر دوتامون یه سلاح داشته باشیم. حالا ما از این ببینید، این بهش میگن خط آتش. ایشون سلاح داره، منم سلاح دارم، یه هدف داریم، شما هدف گیری کنیم، خب این میشه خط آتش. حالا این خط آتش رو ما میخوایم وایسیم که یا باید پرس کنیم دشمن رو عقب، یا باید برگردیم عقب پناه بگیریم، یا هر کاری میخوایم. یه بار میریم جلو، یه بار میریم عقب.
وقتی من دارم تیراندازی میکنم، حالا تو این بخش سلاح من سنگین تره. سلاحی که رگبار داره برای چیه؟ برای اینکه همچین زمانهاییه. شما هیچ وقت سلاح رو نمیتونید رو رگبار بذاری شلیک بکنید، دست در میره، بعدم تمام فشنگات حروم میشه. الان میخواد جابجا بشه، من باید یه کاوری بهش بدم که بتونه از اینجا بره تا یک مثلا 2 قدم. حالا ما فضامون کمه، معمولا فاصله ها باید 2 تا یعنی بتونی صحبت کنی. این خیلی مهم. الان ایشون میخواد جابجا شه، شما 2 قدم برو جلوتر، من دارم کاورش میکنم، میاد اینجا وای میسه. خب الان من میخوام قدم بعدی رو بردارم، دوربین منو زیاد نمیگیره، شما یه دقیقه بیا عقب 2 مرتبه. الان فکر میکنیم که ایشون الان جلوی منه. خب این قسمت الان ایشون اون جلوی است، ایشون منو کاور میکنه، من میرم اینجا وای میسم به این فاصله. دوباره اینجا که ایستادم بهش میگم نوبت شما. میره جلو، باز همون فاصله 3 متر جلوتر من کاورش میکنم. وقتی کاور شد به من میگه تکون بخور، حرکت کن. من میرم جلوتر، باز همینو با هم ادامه میدیم تا برسیم به یه جایی یا بتونیم دشمن رو پیش ببریم یا بریم یه جان پناه پیدا بکنیم، با هم بتونیم سنگر بگیریم. این یکی از چیزایی که شما تو جنگ شهری باید بلد باشید همدیگه رو کاور کنید. همینو اگر چند نفرم باشن همین اتفاق میفته. ایشون میره چند متر جلوتر، من میرم چند متر جلوتر، بعدی میره چند متر جلوتر، بعدی میره چند متر جلوتر، دوباره ایشون میره. به همین ترتیب ما اینو میبریمش جلو. اینو بهش میگن جلو رفتن. حالا همین تاکتیک رو برای عقب رفتن هم داریم. الان ما اومدیم اینجا، شما ببینید با من، الان اومدیم اینجا تو، حالا به این فکر کنید، به اینجوری مثلا فاصله. الان ایشون میخواد جابجا بشه دیگه، درسته؟ من وقتی دارم کاورش میکنم برمی سر سلاح بدین، حالا بیم جامون عوض کنیم، شما ببینید. و الان ایشون داره منو کاور میکنه، من میخوام برم، من اینجا. خب سر سلاح میدم بالا چون میخوام برگردم دیگه، درسته؟ اینجوری که نمیتونم برگردم، باید اینجا که هستم سر سلاح میدم بالا، برمیگردم، میرم عقب، بهش اشاره میکنم برگرد، کاورش میکنم. بعد همین حالت دونید این عقب رفتن غلط. وقتی بهش میگم بیا عقب، شما یه ذره بیاین جلوتر که فضا داشته باشی. وقتی میگم بیا عقب، سر سلاح میده بالا، از اون برمیگرده. نه دیگه شما هدف نمیگیری، میای تا برسی به اونجا که با من فاصله دوباره این شکلی بشه. بعد برمیگردین، تیراندازی میکنی، بعد نوبت منه. وقتی ایشون داره تیراندازی میکنه، من تو این حالت هستم، سلاح میارم بالا، برمیگردم، نفرات بعدی هم همین کارو تکرار میکنن. هیچ وقت نباید عقب نذاریم اصلا که بخواید اینجوری برید عقب، اصلا نداریم. این باید حتما تو شرایطی باشه که شما دید داشته باشید و بتونید همدیگه رو کاور کن. حالا یه مدل دیگه داریم. ببینید الان ما میخوایم توی کوچه میخوایم بریم، ها؟ شما بیا پشت سر من. ما میخوایم بریم توی کوچه. اینجا کوچه است، این ور خونه است، اون ورم خونه است. ما هم حالا یا یه گروهیم یا 2 گروهیم. اگه 2 گروهیم، یه طرف اون ور رو داره، یه طرف این ور رو داره. نفر اول روبرو رو داره، نفر پشت سر حواسش به اون ور. اگر یه گروهیم، خب اینجا چسبیدیم به دیوار، دیدم که نداریم که کسی ما رو نمیبینه، ولی از اون ور دید داریم. روبرو رو من حواسمه، هر کسی پشت سر منه، هر تعداد حواسشون به اطرافه، بالا پشت بوم، پنجره ها، هر چیز دیگه. نفر آخر، شما برو جلو جای من، نفر آخر حواسش به پشت سره. در این حال که حواسش به پشت سره، حواسش به این ورم هست، این ورم هست. برمیگرده، هر وقت اینا حرکت کردن میرن جلو، باهاشون میره، باز دوباره برمیگرده عقب نگاه میکنه. چیزی که خیلی مهمه
یادگیری این ساعته 12 9 3 6. وقتی تو درگیری هستین نمیتونی بگی آقا از طرف مثلا هیچی دیگه نمیتونی بگی، فقط میتونی بگی مثلا از طرف ساعت 3 2 10 8. میدونه زاویه کجاست، سریع برمیگرده به اون طرفی که حمله داره میشه یا داره گله‌ای میاد یا داره هر چیزی اتفاق میفته. شما نمیتونید توضیح بدین، فقط میگید. حالا ما انگلیسیشو هست، زبان‌های دیگه هم از فارسیش هنوز پیدا نکردم. ما میگیم درگیری از، مثلا بخوام فارسیشو بگیم، درگیری از ساعت 6، درگیری از ساعت 2، درگیری از ساعت مثلا 7. زاویه ها رو مشخص میگیم. حالا فارسیشو واقعا بلد نیستم، برخورد نداشتم باش. روی این حساب باید بدونیم که داریم چی کار میکنیم و بهترین حالته. چون اگر نتونیم جهت درگیر رو گزارش بکنیم ممکنه بقیه ندونن به کدوم طرف باید شلیک بکنن. منی که دیدم بلافاصله اطلاع میدم، میگم درگیری از ساعت 11 12 1 2 3. کسی که پشت سر منه داره میاد میگه درگیری از 6، ولی من دیگه بر نمیگردم. من همچنان چون جلوام حواسم به جلوه، بقیه باید کمکش کنم، بقیه سر لوله ها رو باید برگردونم به طرف خطر. اونجاست که شما این وقتی از 6 باشه من اینجا باشم، حالا چند نفرم جلوم باشه، خب نمیتونم برگردم طرف این. اینجاست که خط آتش درست میشه. ایشون میاد اینجا، من نفر مثلا سوم، ایشون چهارم، پنجم، ششم ها. این خط آتش هممون میریم رو 6، ولی به صورت خط آتش، چون نمیتونیم سر اسلحه رو برگردونیم اینوری، چون همکارای خودمون هم هستن. اونجاست که ما خط آتش درست میکنیم. حالا میتونه این خط آتش به زانو باشه وقتی میرید بعد آماده شدید برای جواب دادن، یا میتونه ایستاده باشه. اون دیگه بسته به موقعیتتون داره و هر کسی میتونه تو اون حالت هر پوزیشنی میخواد بگیره. حالا ما داریم تیراندازی میکنیم، من تون میرم جلو. ما داریم تیراندازی میکنیم، اینشون جلوی منه، خب داریم با هم تیراندازی میکنیم. مثلا این به من میگه من خشابم تموم شد. خب من یه پا میزنم جلو، سر اسلحه رو بده بالا، برو خشاب تا وقتی من این کارو میکنم میره خشابشو عوض میکنه، من هواشو دارم. خب کارش که تموم شد میاد میزنه رو شونه من، یعنی من تموم شد کارم. میرم کنار، خط آتشو باز میکنم. این یه مدلشه. یه مدل دیگه من دارم میرم بهش میگم بغل من وایسین، من بهش میگم خشابم تموم شد، میخوام خشاب گذاری کنم. برمیگردم اینجا که خشابو عوض کردی، برمیگردی میزنیشونه، میره کنار، شما دوباره برمیگردی سر. این شد دو نمونه. نمونه سوم، ما اینجا ایستادیم، ایشون میره تیراندازی میکنیم، میگه خشابم تمام شد، برو به زانو، برو به زانو، خشابو عوض کن. برو بالا. اینم مدل سوم. من خودم 4 تا فشنگای آخرمو رسام میذارم. گوله رو که دارم میزنم، اولین رسام که میره بیرون میدونم که 3 تا گوله دیگه بیشتر ندارم، ولی باید گولهاتون رو بشمارید. برای همینه که بسیجیوار یه بار مصرف یعنی خداحافظ. هر گلوله یه نفر، جواب گوله رو با گوله میدن. دستتو رو رگبار بذاری، یعنی یه حرکت کوچیک که میزنی 6 تا 10 تا گوله خارج میشه، مگر اینکه نیاز باشه بخوای کاور کنی، یا بخوای بکشی عقب، یا بخوای بری جلو، یا بخوای هم سنگرتو کاور کنی. در غیر این صورت استفاده ازش هیچ گونه توجیهی نداره، جز اینکه بعضی وقتا ممکنه اصلا اسلحه رو دست در بیاره. یه دونه تیربار میتونه در 1 دقیقه 800 تا گوله شلیک کنه. ببینید سلاح کمری برای کمکه،
یعنی سلاحی که شما مثلا میگم شما مثلا من دارم میرم یه دفعه وسط درگیری این تموم میکنه خشابم، فرصت اینی که بخوام عوض کنم ندارم. به خاطر همینه بهش میگن سکندری، به خاطر اینکه دومیه. یه جایی ممکنه شما مثلا میگم من دارم از توی یه جایی میخوام وارد بشم، بعد مثلا ایشون اینجا ایستاده، من یه دفعه میام با سلاح منو میگیره. خب من 2 ساعت وای نمیسم باشه این کارو بکنم که اینو ولش میکنم به ورش دا نمیتونه، چون اینجا به من وصله. نمیتونه برش هم گردن رو خودم، چون به من وصله. حوصله هم که باش درگیری ایجاد بکنم نداره، این وقت تلف کردنه. خب اینو میکشم کارم رو میندازم. برای اینجور مواقع این نباشه از سلاح سرد استفاده میکنم. مهم اینه که بتونم درگیر نشم. آقا بده بستون، اره بده تیشه بده اره بگیر نیست، ولش کن. کاری نمیتونه. اونم تازه تعجب میکنه تا ولش کنی، تا بیاد فکر کنه تو داری چی کار میکنی. سلاحتو کشیدی یا سلاح سردتو کشیدی، تاق 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 تو گلوش. خدا بسیار مجددا خوش آمدید. این بخش ربطی داره به مسئله که یه نفر که مجروح میشه باید باش چی کار کنی، اصلا چه اتفاقی بعدش میفته. خب الان ما 3 تا از دوستان اینجا هستن. سناریو اینه که شما ببینید ایشون الان بچه شما یه پوزیشن، همون پوزیشنی که من و ایشون داشتیم تمرین میکردیم و بگیریم. خب الان ایشون ایشون مجروحه. بشین رو زمین، بشین. آره بشین. ایشون مجروحه. خیلی خوب، ایشون باید از این مهلکه بره بیرون دیگه، درسته یا نه؟ شما سلاحتو غلاف میکنی، شما بیا اینجا، شما سلاح غلاف کن. حالا بذارش من بیایید اینجا، دستو میندازی زیر بدن، ببین اینجوری. شما بیایید درست جلوی شخص بایستید. دیدین؟ الان ما چی کار کنیم؟ اولین کاری که میکنیم باید بگردیم جایی که گوله خورده رو پیدا کنیم. چجوری؟ میگردیم ببینیم کجا دستت خونی میشه، کجا گوله خورده. وقتی اگر به هوش بود، شما وقتی اینجا نشستی داری باش صحبت میکنی، اگر جواب داد، اگر از هوش رفته، اولین کاری که میکنید گوشتون رو میذارید دم بینی، ببینید صدای نفس کشیدن میاد. این 2 تا انگشتو اینجا ببینید نبض کار میکنه یا نه. اگر نبضش کار میکنه، نفس میاد، حالتش فعلا تا تو شوک نرفته اوکیه. من مدیک نیستم، اینایی که دارید گوش میدید چیزیه که به ما یاد دادن برای نجات جان دیگران. مدیکای ما از این چیزا بهتر بلدن. من اون چیزی که بلدم رو دارم میگم، اشتباه نیست ولی کمه. محل رو پیدا کردید، محل اصابت رو. یه ورودی داریم، یه خروجی. ورودی همیشه کوچیکه، خروجی بزرگتره. به دلیل اون چرخشی که گلوله داره، خروجیش چون اینا رو همه رو با هم با خودش و با هوایی که وارد کرده میره بیرون، یه دهنه بزرگتری رو ایجاد میکنه. اولین کاری که جلوی خونریزی رو باید بگیرید. توی کیتای ما کلا یه بانداژ هست، چیزای خیلی سطحی رو من دارم. اون بانداژی که شده، کل بانداژ رو وارد اون قسمت خروجی میکنید. ما یه چیز داریم به نام تامپونگ، بزرگه، انقدر خودش روش بانداژ داره، میره توی خروجیه و بسته میشه. اگر اون در اختیارتون نیست، همون بسته خود بانداژ رو که در آوردید بلافاصله میذارید توی خروجی گلوله، روشو میبندید با یه بانداژ دیگه، جلوی خونریزی رو میگیرید. اگر چنانچه دست، پا گلوله خورده، کمربند یا هر چیز دیگه‌ای که میتونید قبل از جایی که خونریزی شروع شده، یعنی اگر گلوله اینجا اصابت کرده، اینجا رو میبندید، یه خودکار، یه میله، یه چوب، هر چی میذارید توش، میچرخونینش، انقدر میچرخونیش تا صفر بشه، بعد میکنیش لای اون تناب یا اون. ما یه وسیله های خودش وجود داره، ساخته شده برای این کار هست. من چیزایی میگم که نداریم، ما با چیزی که نداریم میخوایم داشت رو به وجود بیاریم. این کار انجام دست باشه همینطور. اگر گردن بود بلند شید. اگر گردن تو این ناحیه جای اصابت کرده و هنوز به هوشه، دستو میذارید روش،
از اینجا بانداژ میکنید که این دست روش بمونه، چون ممکنه از روش بره. این روش باشه، چون تا زمانی که من دارم این کارو میکنم این دو نفر دارن منو کاور میکنن، دارن جواب آتش رو میدن، من حواسم بهشه تا این از بین نره. کار اساسی نمیتونم بکنم. جلوی خونریزی رو گرفتن اولین چیزه. حالا شما یک نفره داریم، حمله یک نفره داریم، دو نفره داریم، این تک به تکش بود. یه مدل دیگهش اینه. پا رو میذارین اینجا، پاتو خم کن، جمع کن، پا رو جمع میکنین، دستشو میگیرین میارید بالا، این دست میره اینجا، این دست آزاده، افتاده، پاش صافه. خب شما اینجوری که میاین هیچ کدوم ربطی به قدرت بدنی شما نداره، ربطی نداره. شما اینجوری که دارید میاید بغلش دراز میکشیم، این پا رو میذاری اینجا، حالا من زیاد واردش نمیشم، دستتو بنداز دور گردن اگه بهوشه، پاشو میگیری، یه ذره تکنیک داره، ولی وقتی لازم باشه، تیراندازی شدید باشه، نتونی وایسی، تنها راهشه. تمرین میخواد که وقتی میشینی این پا رو باید بندازی وسط، بیاریش رو خودت، این حالت که گرفتین پا رو جمع کنین، بیاین بکشید خودتون رو بالا و ببریدش. اگر بیهوش باشه این خیلی سخته، ولی ناچارنه، چون درگیری اگه شدید باشه نمیتونی وایسی، مگر اینکه کاور خوبی داشته باشین، نیاز نباشه. ولی این دیگه جایی که شما میرسی و هیچ کاری نمیتونی بکنی، شلوغ هم هست، آتشباری سنگینه، باید بخوابی ورش داری و بری. حالا یه جایی هست قرمز رو دستت باشه، صلیب سرخ یا هلال احمر، به تیراندازی نمیکن. دستشو میگیرین میارین بالا، اینو اینجوری، یه دستم اینجا، یه مدل دیگه هم داره که ما اینجا نمیتونیم اجراش بکنیم، اونا که وست دارن، پشت وست یه دسته داره، یه دسته این شکلیه، یه نفری هم که باشی سلاحو میذاری روبرود، میکشیش عقب. یه نفری میتونی از همونجوری داری تیراندازی میکنی اینم گرفتی، میکشیش میاریش عقب، اصلا نه به وزن کار داره نه به هیچ چیزی، میتونی بکش. حالا میخوام برگردم برم تو CQB، تو قسمت ورود به ساختمون و اینا، شما میتونی بشی. زمانی که شما میخواید وارد بشی اصلا دارین حرکت میکنید، مثلا حالا سلاح دست نمیگیرم، شما وقتی دارید نگاه میکنید چرخیدن ها خیلی مهمه. شما جلو پاتو نباید نگاه کنی، داری حرکت میکنی باید بپیچی، نگاه هر جا رفت شما میخوای بری دیگه، حواست نباید پرت بشه، پاهات رو با هم قاطی نکنی، همونجا که داری میری جلو اکثرا اشتباه میکنن، این کارو قاطی میکنن، چون دستشون به سلاحه، حواسشون به تیراندازی نمیتونن راه برن. بهش میگه بپیچ، یا مثلا یه اتفاقی میفته باید بپیچه یا قاطی میکنه، کدوم ولی باید برم، مثلا چرا باید برم؟ شما وقتی داری میری اصلا کاری نداشته باش، ذهنت فقط باید به اون، یعنی مغز شما باید دوتا نیمکره‌اش با هم کار بکنه. یکی از شرایط سختش اینه نیمکره‌ها جدا جدا با هم کار کنه، بدون این داره حواسش به سلاح و هدفگیری، اون که حواسش به اینا داره چجوری. حالا وقتی میخوای وارد یه ساختمون بشی، اگه اینجوری فکر بکنیم که اینجا مثلا یه دیواره، اینم در ورودیه، ما الان رسیدیم اینجا، این چارچوب اینجاست، ما از راه رسیدیم اینجاییم، حالا میخوام بریم تو، هم پشت سر همه. حالا من یه ذره مجبورم جا باز کنم که ایشون جا بشه، الان پشت سر هم ایستادیم میخوام بریم تو. خب این چارچوب اینجاست، منم چسبیدم به دیوار، ایشون هم پشت سر من. وقتی من
شروع میکنم به حرکت با دیگه جای من میخوام ببینم که اینور دیوار رو دارم میبینم دیگه. خب وقتی میخوام برم توی ببینم، اگر اینجوری کنم میزنم، نصف بدنم بیرونه. اینجوری کنم بازم تارگتم بدون سلاح. اینجاست که باید دستتو عوض کنی. من از چپ دادمش به راست. الان ایستادم میخوام این ببینم تهش چه خبره دیگه. همونجور که ایستادم اول اینجا بود که گفتم تکنیکو عوض شده، سر سلاحو میدم بیرون. شکاف درجه اونو که مگهزکو دارم. دستم رو ماشه است، میرم کسی پشت دیوار هست یا نه. حالا باز دستم رو عوض میکنم. حالا میخوام این ور رو ببینم، این ور که نمیبینم. از همون نقطه‌ای که دید دارم صبر نمیکنم برسم اونجا. از اینجا که نقطه‌ای که دید دارم سر سلاحو میدم بالا، هدف آماده نگه داشتم. همینجا که من دارم حرکت میکنم ایشون میاد جای من. جای منو گرفت. میدونه این ور دیگه خبری نیست. جای منو گرفت. من میام میرسم اینجا. یه نگاه میکنم این ورم خالیه. ببین زبدری شد. دیدین؟ زبدری اومد تو، میره کنج دیوار، برمیگرده هر جای دیوار که دیگه تموم میشه برمیگرده. من زبدری رفتم برمیگردم میام اونجا. کل اتاقو سکیور کردیم. اگر در دیگه چون اتاق هست همین مدلی که اومدیم تو، بریم سراغ در بعدی باز با همین مدل. حالا یه مدل دیگه‌اش. من همه دو طرف اومدم نگاه کردم. شما بیستید پشت سر من. اومدم رسیدم به اینجا. وقتی اشاره بهش میکنم ایشون از این ور میره، من از این ور. یعنی ایشون ضلع خودشو میره، به جای که زبدری بیاد میپیچه. شما بیا برو بپیچ اونوری. میره این ور. از در اومد رفت اون گوشه، منم از در اومدم اون گوشه. پشت به پشت هم. من میرم برمیگردم میام اینجا، ایشون میره برمیگرده میاد اینجا. پشت سریام به همین سر. حالا اگه جای دیگه داره، اگر فقط این اتاقه، همون مسیر رو میایم بیرون، میریم سراغ اتاق بعدی. اتاق بعدی پله معمولا خیلی سخته، چون از این ور که میخوایم بریم بالا، این ور کاملا رو سر شما تسلط داره. خیلی جای بدی هم هست، خیلی بده. چجوری میشه این کارو کرد؟ من دارم میام، ایشون هم پشت سر منه دیگه. دو روش معمول داره. یا میاد کنار من مستقیمو داره، من باز اینجا دستم رو عوض میکنم، برمیگردم پله رو میرم بالا تا برسم به جایی که دیگه باز میشه. اینجا باید صبر کنم ببینم اتفاقی بالا هست نیست، تکونی میخوره. ایشون هم همینجوری داره پله رو صاف میاد موازی با من، که اگر از پشت سر هست هر اتفاقی، حتی اگر دیوار باشه، جفتمون بر نمیگردیم این بری. یکی این ور داره یکی اون ور. همینجوری میریم بالا تا میرسیم به پاگرد که میرسیم باز دوباره اگر پاگرد اینجوری بچرخه، باز همینجوری من میچرخم تا ببینم کجا دیدم تمام میشه. باز دوباره از پله ها میام بالا. ایشون هم همینجوری با من تو حرکت. ایشون که داره کنار من حرکت میکنه کاملا به دیواره که دید این ور داشته باشه. من دید این ور ندارم. من زمانی که دارم این ور هدف میگیرم دیگه دیدم به این ور بسته است. حواسم 6 دنیام به اینه که این ور چه خبره. ایشون تکیه میده به دیوار و همپای من میاد، نه عقب نه جلو، همپا میایم تا میرسیم به یه جایی که دیگه من باید بچرخم. طبقه بالا هست، ایشون مراقب طبقه پایین. اصلا از پایین داریم میایم بالا، اصلا از اولین طبقه میایم بالا. ببین پله این شکلیه دیگه، میره بالا میپیچه میره بالا. ورود به ساختمون به پله که میرسی باید خیلی مراقب باشی چجوری داری میری، چی کار داری میکنی، چون کوچکترین حرکت اشتباهی بکنی از دست در میره. و این خیلی خیلی ما باش جنگ شهری بسیار
کار بسیار بسیار سختیه و اصلاً با جنگ‌های دیگه قابل مقایسه نیست و تلفاتش هم خیلی زیاده. اینجاست که فرق یه نفر که دوره دیده با یه نفر عادی، اون اصلا براشون مهم نیست چند نفر کشته میشن. ما ولی قانون میگه تا زمانی که شما دست به این سلاح نزدی، در این لباسی که هستی، سیویلین، غیر نظامی، زمانی که این سلاح بهت واگذار کردن و تحویل گرفتی، شما یک فرد نظامی. تمام قانون ها برای شما زیر چتر قانون حمل سلاحه. تیراندازی با آدم های غیر مسلح دادگاهی داره، بهش میگن engagement rules. لاهه میتونه توش ورود بکن. قانون میگه شما حق ندارید کسی رو که دستشو بالا برده بهش تیراندازی کنید. آقا رفیق منو داعش زد، ترکوند، داشت داد میزد، هنوز داشت خون میومد ازش، رفتم بالا سرش، دیگه گلوله نداشت بهم شلیک بکنه، وگرنه منم میزد، دستشو برد بالا. گشتمش، سلاحش ازش گرفتم، تحویلش داد. اینجاست که فرق بین حرفه‌ای غیر حرفه‌ای، اخلاق‌ها و همه اینا مشخص میشه. من نمیگم برای هیچ کی نسخه نمیپیچم، بکن یا نکن. همه به عهده من، وظیفه‌مه. همونجوری که میگم آقا خشاب اینا اینجوری عوض میکنن، اینجوری مسلم میکنن، اینم باید به شما بگم. همیشه این چیزا رو در نظر داشته باشید. هر چیزی دو بعد داره یا سه بعد داره، بستگی داره بهش چجوری نگاه بکنی. همیشه برنده ما نیستیم. یه جایی فکر میکنی بردی، ولی یه جایی هم بازنده. میلوسوویچ همچنان در داستان هستش. کشتاری که در صربستان، در یعنی سرب‌ها در بوسنی کردن. خب بالاخره وقتش رسید که بیایم سالن تیراندازی. 3 نوع اسلحه هستش اینجا. یه اسلحه دوربرد هست، یه اسلحه میانبرده و یه اسلحه کمری. هر نفر 10 گلوله شلیک میکنید و از در بعدی خروج میکنید، میرید توی سالن. امیدوارم که تا اینجا تونسته باشم یه کاری رو برای شما عزیزان انجام داده باشم، خاطر خوبی هم براتون بمونه، هم بازم هم دیگه رو ببینیم. سپاسگزارم. باید تیراندازی رو شروع کنیم. اولین شلیک رو داریم با اسلحه که دوربیندار هست، برای فاصله دور استفاده میشه. الان میبینید که سلاح دستشون هست، فشنگ‌گذاری میکنن. هدفگیری با دوربین هستش. آره. و یک به اضافه داره که باید روی هدف که قرار بگیره و خلاصی سلاح رو میگیرن. ماشش رو آماده هستین؟ آتش به اختیار. گلوله پرتاب میشه بیرون. گلوله بعدی. هدفگیری. آتش به اختیار. میگیم برای سلاح بعد. سلاح بعد. فشنگ‌گذاری. حالا بفرستیم اینجا. هدفگیری. اینجا سلاح کمری داریم. گلاگ 17 هستش. خشاب گذاری شده است، آماده است. سلاح رو دست را به این صورت و جهت فشنگ به طرف لوله وارد میشه. خشاب آماده است. دکمه ای که ریلیس میکنه این ور هست و بیستید همونجوری که با هم صحبت کردیم. بسیار عالی.
تا اینجاش که خیلی خوب پیش رفت و همه دوستان تونستن با 3 نمونه سلاح شلیک بکنن. بهترینا رو من داشتم میشنیدم که یا داشتن خوب شلیک میکنن. خیلی خوشحالم که خیلی تونستن از پس شلیک بر بیان به نحو احسن. امیدوارم که در دورات دیگه دوستان دیگه رو در خدمتشون باشیم و بتونیم بهشون یاد بدیم که چگونه از یک اسلحه میشه در شرایط متفاوت استفاده کرد. سپاسگزارم از همه دوستانی که همراهی کردن و با ما بودن. به امید دیدار دوستانی دیگر در آموزش‌های آینده. سپاس از همتون. جاوید شاه ایستاده ایم تا پایان.